کردی، حالا باید آشورایی گریه کنی. اومد پشت خیمه ها، علیشو دفن کرد، گذشت. صبح ظهر آشورا حسین و سرجدا شد. عمر صد سر از شم گرفت. حالا از گودی رفتگاه که اومد بیرون یه چیزی گفت به زینب، حالا نمیگم، فردا صبح میگم، حالا نمیگم. زینب رو تل زینبیه وایساده بود. تا نگاه کرد زینبه، سر حسین رو گفت زینب حسین تو ببین، حسین تو ببین. ببین حسین تو. سر آورد داد به عمر صد. عمر سر رو داد به خولی. برو ما هم میاییم فردا کوفه، بده به عبیدالله. خولی رفت. صبح 11 شمر عصبانی اومد میشه عمر صد، گفت من کارو تموم کردم، من حسین رو سر بریدم، همه اینا سر دارن، من سر ندارم. هر کی سر داشته باشه به جایزه میدم، من سر ندارم. عمر گفت چرا یه سر دیگه باقی مونده، بگم. گفت کجا؟ گفت دیرو یادته حسین علی اصغر رو برد پشت خیمه ها. خواره گفت برو نیزه تو بکش رو خاکا، علی رو پیدا کن، سرش مال تو. اومد نیزه رو کشید رو خاکا، نوک پیکان به قنداق علی گیر کرد. تو رو خدای آخری حرف منه، الهی بمیرم امشب. علی رو از زیر خاکا کشید بیرون. سر که نصفه نبود. تو رو خدا به من نگاه کنه، به صورتت بزن. سر علی اصغر 6 ماه کوچیک بود، با یه دست سر رو گرفت، با یه دست پاها رو اینجوری کشید، سر رو جدا کرد. سر رو جدا کرد. به نیزه زد. اومد پیش عمر صد. حالا کجا بایستم من؟ یه تیکه مال زنا، یه تیکه زنه باید شیونشون به آسمون برسه. خب کجا بایستم من؟ گفت سر بریده حسینو گفتم خولی جلو کجاوه زینب بگیره. سر بریده عباسو جلو کجاوه کلثوم. تو هم یه جا داری، تو رو خدا بگم، تو هم یه جا داری، تو هم یه جا داری. سر بریده تو برو بگی جلو رباب